و زنان پیر و از کار افتاده‌ای که امیدی به ازدواجشان نیست، بر آنها گناهی نیست اگر حجابشان را بردارند، به شرط آنکه جلوه آرایی نکنند. اما اگر خود را بپوشانند برایشان بهتر است. بدانید که خدا شنوا و آگاه است. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست و نیز بر شما گناهی نیست اگر از خانه‌هایتان و یا خانه پدرانتان یا خانه مادرانتان یا خانه برادرانتان یا خانه خواهرانتان یا خانه عموهایتان یا خانه عمه‌هایتان یا خانه دایی‌هایتان یا خانه خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلید آن نزد شماست و یا خانه دوستانتان چیزی بخورید، چه همه با هم بخورید و چه تک تک. پس هنگامی که خواستید به خانه‌ای داخل شوید به یکدیگر سلام کنید. این تحیتی با برکت و پاکیزه از سوی خداست. این چنین خداوند آیاتش را بر شما بیان می کند. امید آنکه تعقل نمایید.